مثل من ما هم شده مجنون تو لیلی، طرح خندت دل ربایی میکند خیلی، ایوان دلم را کرده ای تو گلکاری، در سرای قلبم جانان جاداری، دل بر خوش مهارت دلم را چراحت بردی ای عشق، شدی چل چراغ این مارت، دلم مبتلایت شد و با نیم نگاهت قلب ما را به شیرین کشیدی به اسارت، دل بر خوش مهارت دلم را چراحت بردی ای عشق، شدی چل چراغ این مارت، دلم مبتلایت شد و با نیم نگاهت قلب ما را به شیرین کشیدی به اسارت. چشمان تو رنگی شده جهانم، شاعر شدم دیدم تو را ای بهترین ترانم، خانه عطاباد که روشن کردی ملک ما را، نظر بکن بر حال ما با عشق کن مدارا، دل بر خوش مهارت دلم را چراحت بردی ای عشق، شدی چل چراغ این مارت، دلم مبتلایت شد و با نیم نگاهت قلب ما را به شیرین کشیدی به اسارت، دل بر خوش مهارت دلم را چراحت بردی ای عشق، شدی چل چراغ این مارت، دلم مبتلایت شد و با نیم نگاهت قلب ما را به شیرین کشیدی به اسارت. آقا جون، عمو مراد شمایی؟ منوع فرمودید آقا جون. چرا با لجبازیت غم رو دل این دختر بی مادر رعنا میذاری؟ وای قربونتون برم آقا جون، چه بیخبر اومدی؟ تو نمیخواد قربون صدقه ما بری، همین که تن ما رو تو گور نلرزونی کافیه. چرا تنتون رو بلرزونم آقا جون؟ آبروی منو جلوی داداش جلیلم بردی که هیچ. چرا انقدر تفلک امیر رو تو میچزونی؟ نه آقا جون، دست از لجبازیت با این جلال بردار. چشم. تکلیف این دوتا جوون رو خیلی زود روشن کن، ماها اون بر در عذابیم. برو پیغام منو به جلال بده، بگو دست به جنبون. خدا رو خوش نمیاد که این دوتا جوون عذب بمونن. من خیلی واضح و روشن اومدم تو خواب مریم خواهرت، همه چیو براش توضیح دادم. بعد تو یه علف بچه رو حرف من حرف زدی، رای خواهرت مریم رو برگردون. من با تیمور حرف زدم، اگر موافق باشین همین شب جمعه بیاییم و به اتفاق هم یه چای و شیرینی بخوریم. اختیار ما دست شماست، قدم تو رو چشم. ناسلامتی قرار خواستگار بیاد تو این خونه ما، یه دستی به جنبونیم، یه تغییری بکنه، یه شکلی پیدا بکنه. اینجوری افتضاحست. یه جمعه دیگه. نه الان نزن، بذار اول جمع کنیم. بیا جمع کنیم اینو اصلا ببرین اینجا. آقا جلال اینو بزنم اونجا. آره یه درمون اینو همونجا خوبه؟ اونو دست نزن، اونا رو دست نزن، اینا نریزن همونا رو. اون نور باید بدیم قشنگ تو فوتبال. اینو بذار اینجا.
الان نمیکنه؟ کدومو؟ تو هرچی بابا بگی دستم اونو دیگه تکون نده بذار اینجوری رو به آینه این بر شکر این که هیچی نداشتیم این هم که رفت بر خودش بابا چرا اینا رو به هم میریزید گفتم گرد بکنی گرد بکن اینو بده عقب بسه اینو بزن اینو بده این بر اینو بده این بر آقا بسه خاک بلند میکنی بسه جارو برقی نریم؟ جارو برقی نریم؟ تو خونه نمیدی خوب شد اونو چرا بردی اونجا دمه در اینو باید بیایی تو چی باید بزه اینجا اونو صافه کن اشکان اینو صافه کن چای نری؟ چایی خوش شد یعنی دوباره شد همون مثل اول که الان خوب شد دیگه بله آدم چایی نری؟ چایی بیارم چایی سلام. سلام علیکم. خوبین پسرمو؟ خیلی ممنون. متشکرم. یه ذره زود نیومدی. دخترم بسی که واسه تو اومدی پسرت عجله داری نه عجله که بابا مراد و عمو جلیل دارن. من عجله ندارم. بعدش هم با پیشونی نوشت نمیشه جنگی. بله. بفرمایید تو. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. آره از اون پایین صدا شنیدم. دیدم که دارین آب و جارو میکنید و حسابی خودتون رو خسته میکنید. گفتم بیام بهتون بگم خسته نباشید. نمیخواد این کارا رو بکنید. خستم دیگه. خب خسته نباشید. میگم نیازی نیست به این کارا. چرا؟ مهمون داریم دیگه. خب نمیخواد مهمون داشته باشی. منظورم اینه که ببینی خونه شما کوچیکه. خب من میخوام توی خواستگاری باشم. من نمیتونم بهشون بگم نه یا اینکه. بعد 4 تا دونه ظرف و ظروف دارین. بالاخره میفته میشکنه. حالا نمیخوام بازش کنم بگم کی میشونه و چه جوری و اینا. ولی منزل ما بزرگه جا برای همه هست. تشریف بیارین منزل ما. چی شد توشم؟ هیچی تشریف ببریم منزل اینا دیگه. آره. یه جوری بگو من بفهمم آخه. یعنی چی؟ یعنی من برم خواستگاری شاخ شمشاد ایشون؟ من جلال شبلو؟ لک این پلا رو بگیرم برم پایی که چیکار بکنم؟ برم التماس ایشونو بکنم که بیا دختر منو بگی؟ دست ور نمیداره. شما نمیخواد بیای. من مریم شبلو با این عظمت با این سابقه درخشانم در آموزش و پرورش بلندشم هلک بیام اینجا در شما رو بزنم بگم دخترتون رو بدین به پسر یک دونه من. آره از رسم و رسوم چی میشه؟ دختر باید بره خواستگاری پسر. رسم و رسومی بابا ما با هم صحبت کردیم. جواب بابا تو چه میدی؟ نه نمیخواد. شما نیان بشین همینجا تا روزگاری یه نفر بلند شه بیاد خواستگاری دختر شما. تو اگه دختر شوهر بده بودی که خواهر تو رو میدادی به این قیافه رو ببین آخه. همسر آقا تیمور این آخرین خواستگاریه که من دارم اینجوری بیگاری میکشم. بابا شما مثلا فریختین دیگه کدورت‌ها رو تموم کنین دیگه. راست میگه کدورت‌ها رو تموم کنید دیگه. اصلا نه خونه شما میریم توی زمین بیطرف دیگه. دفتر تجریشی پنجشنبه مهمونا همه جمع میشیم تو دفتر تجریشی. خوبه؟ موافقی دیگه؟ اونجا هم خوبه. ها دیگه. بفهم نوشه چه بابا جو بفهم. بله بزرگتر نه اول بزرگتر بفرمایید. بالاش امه بفرمایید. من دومون بفرمایید. خب دوتا چشم
آب دنجس تو گلو سرفه ساده بدون ورمون. سرفه کرد دیگه. اکنون که دست تقدیر باعث شد که در این میمنت و مبارکی تشریف فرما شدید، لطفاً برید سر اصل مطلب دیگه. عجب هوای خوبی هم هست. بله. نه خیر، اتفاقا امروز رادیو اعلام کردش که میزان ریزگردها و آلاینده های هیدروکسید کربن به حد مجاز رسیده و سفارش کرد، یعنی تاکید کردش که آدمایی که سنشون خیلی بالاست از خونه بیرون نرن. زنده بود. دقیقاً. بله نه درست میگه مریم، درست میگه. نه عجب هوای بدیه امروز. بله خیلی باید مراقب باشید. بله مراقب باید بود هوا رو. دوستان مستحضر هستید چیه؟ بنده چون تخصص زیادی در امر ازدواج و خانواده دارم و به عنوان یک وکیل ذی‌نفوذ تو ساکت باشا، صحبت نکن در حضور یک عده بزرگتر. این روده درازی ها به ما نیومده. منظورت الان منم؟ آخه ناراحت شدی عزیزم مریم جون؟ خب شما کاملا مشخصه که تو این جمع از همه ما بزرگتری. از پیشونیت بفرما بهت میگم چروک ننداز پیشونیت جاش میمونه. تحویل بگیر. آقا تیمور جان حرفای خوب بزنیم. بعد مدت ها ما تونستیم دور هم جمع شیم تا تکلیف این دوتا جمع مشخص بکنیم. میخوایم تکلیف روشن کنیم دیگه. بله تکلیف که تقریبا روشنه. من میگم که دوستان از او درس کوکب خانوم فقط یه مسئله هست این وسط من خدمتتون عرض کنم. من و فرناز همسرم تصمیم گرفتیم از این قضیه خودمون رو بکشیم بیرون. چرا؟ چون سری قبل سر مادربزرگ گوشنکان بهتون گفتم گوش نکردید. اون خدا بیامرز اومده اینجا پاش باز شده، کارش حل شده. ای بابا حالا مادربزرگ ما یه کاری کرده، یه خبطی انجام داده دیگه. خدا راحتش کنه. رفت تو خواب ما بود آخه. حالا بابا این سختگیری‌ها رو بذارید کنار، بذارید این دوتا جوون به هم برسن و شما به آرامش برسید. اون بنده های خدا هم که زیر خاک هستن اونم به آرامش برسن دیگه. البته راستش من یکم بدم نمیاد کشش بدیم خواب آقا جون رو من دوباره ببینم، چون چند تا سوال ازش دارم که دلم میخواد ازش بپرسم. لازم نکرده. من همینجا باید یک مسئله رو روشن کنم پسرمو. روشن کنین دخترمون. راننده شب رو از روشنایی روز میترسونی. البته راننده‌ای که شب تو جاده خوابش میبره بعیده بتونه روشنایی فردا رو ببینه. مامان جان مگه قرار نبود یه امشب منت سر بنده بذارید راجع به کامیون و بار و اینا چیزی نگید؟ بابا یه چیزی بگو شما. بابا مریم راست میگه دیگه. آخه امشب جای این حرفا نیست که. نه دیگه مادرت داره درست میگه دیگه. حرف حساب میزنه آدم، رو حرف مادرش حرف میزنه. خیر و صلاحتون میخواد یه چیزی داره میگه دیگه. خدا رو شکر که رفتگان و درگذشتگان در مسئله دزدی بار دخالتی نکردن. من البته با این ازدواج موافقم، نظرم هم اعلام کردم، حرفی هم ندارم. ولی اگر فکر کردید که این وصلت باعث میشه که من از شکایت خودم صرف نظر بکنم، باید بگم بسی سخت در اشتباهید. بله من اگر شده یه وکیل درست و درمون بگیرم حقمم میگیرم. زنده باد. احسنتم. میگم خواهرم حالا کی بریم تمرینو با بده به من. شما وکیلی یا درست و درمون؟ خواهرم اگر اجازه میفرمایید من حق اعتراض رو برای خودم محفوظ بدونم. اجازه هست یه چیزی بگم؟ نه خیر اجازه نیست. زنده باد. باشه دخترم باشه. این موضوع از اون موضوع سراست. اما بالاخره زمستون میره روسیایی به زغال میمونه. شما همینجوری شکایت تو ادامه بده. اگه شما کنم براتون تمر باطل کنه تا سیه رو شود هر که در او قش باشد. ملکن. بفرمید شیرین بفرمید. خواهش به سلامتی. پس موافقین دیگه؟ با اجازه بزرگترها و درگذشتگان. بله. پس مبارکه دیگه. از
شما رو دل می‌کنی ها؟ با اجازه بزرگترا اجازه بدید این دوتا جوان با هم دیگه حرف بزنن. شما هم حرف خودتون رو بزنید دیگه. فقط خیلی دور نشید. بفرمایید شیرینی. بفرمایید. جایی که یخ کرده. البته اینم بگم بهتون پسرم امیر تا قبل از اینکه بتونه یه خونه‌ای برای خودش مستقل بگیره دست زنشو بگیره ببره بذاره اونجا به هر حال پیش خود من میمونه. آره پیش خودمونه. این مراسم و عقد و عروسی و اینجور چیزا هم فقط برای اینکه محرم بشن. تیمور جان درسته؟ ما مثلا چیزی نگفتیم. نه ما که همینو میگی. رعنا تا اون موقع پیش من زندگی میکنه دخترمون. چه بهتر بمونه پیش شما. ما هم براش فرش قرمز پهن نکردیم که پسرمون بلند شه بیاد خونه ما. بعد بالاخره 4 دست استگار نلبکی و لیوان و اینا داریم دوست داریم سالم بمونه. حالا با تمام این احوالات ما به هر حال چون داریم خرج میکنیم خیلی داریم خرج میکنیم برای عروسی دوست داریم بدونیم که خب ایشون جهاز چی میاره اصلا چی نمیاره بدونیم. گروکشی دارین میکنین مریم جون. در طریقت ما عشق و هنر اصلا قیمت نداره. فرنوز خانم جسارت نباشه. خواهش میکنم. اصلا بحث گروکشی نیست. شما نگاه کنید بالاخره تو هر عروسی شام عروسی روشه دیگه. بله. شام عروسی که باید باشه. حداقل یه باقالی پلو میخوایم بدیم یا نمیخوایم بدیم؟ حداقل. خیلی خوب. الان این باقالی پلو با ژله قیمته. بله. با ژله و سالاد حالا فصل یه قیمته. ژله، سالاد و نوشابه یه قیمته. با باقالی و بدون شیوید هم یه قیمته. بدون شیوید چجوری میشه؟ زرش میشه زرش برو بابا. حالا من میخوام اینو بهتون بگم. شاید کیفیت جهازی دختر شما به اون سالاد و ژله ربط پیدا نکنه ولی رو باقالی پلو در این تاثیر مستقیم داره. من حالا جسارتاً یه لیستی تهیه کردم از چیزایی که باید بگیریم. خیلی مختصر و همچین مثل سر شنگی شما یه مختصری رو من تهیه کردم که شما اگه بندایی رو نگاه کنی دو سه خط گفتم که دیگه یه حداقلا رو نوشتم دیگه با اجازهتون. حالا مطالعه کنی. مختصره. دیگه حالا چیزایی که دیگه باید باشه دیگه. اینا که همه شد به نفع شما تیمور خانم. چی؟ درسته ما فامیلامون مشترکن خرج مهمونی میاد پایین ولی کل باشگاه فوتبال بله کل صنف کامیوندارا کل گاراژدارای منطقه و هومه بله. از طرف ما یعنی خانواده عروس دعوتن ماشاءالله هم دهندار داداش شعرا ادبا هنرمندا اصلا خود استاد صالح علا اینا همه نمیاد حالا بیادم نمیخوره. چرا میخورن؟ اونا میخورن همه دهندار. ببین باقالی پلو با گوشت و با مرغ و نمیدونم سالاد و ژله و اینا رو خوب میخورن مخصوصا با نوشابه. بله. با نوشابه. اون وقت اون صنف گاراژدارا هم گفتی باید باشن دیگه نه؟ کامیوندارا. صد البته. آره اشکالی نداره. خیلی خوب. شما از جانب من صنف آموزش و پرورش که بسیار آدم‌های قانعی هستن و اضافه کن زیادم نمیخورن و از طرف خودت صنف کارآفرینا. فقط من یه چیزی بگم. من مریم جانم به موضوع خوبی اشاره کرد. واقعاش هم همینه. شما هم فرمودین ما یعنی واقعا کلی مهمونامون مشترکن که باز هزینه‌مون هم 1/2 میشه ولی این که حالا فرمودین که این دوستانم بخوان دعوت شن من یه پیشنهادی دارم. حالا پیشنهاد دیگه اگه میخواید اونا رو دعوت کنید من طبق این لیست 183 بله این LCD 32 زده بودن. بله. اگه اونا رو بخواید دعوت کنی بعد بکنید تلویزیون شهری از این صفحه بزرگا. یعنی چی اصلا؟ یعنی همین که گرونتره. خیلی خوب باشه الان ناراحتی اشکالی نداره. همین سینمای خانگی و این LCD اینا هست کامیوندارا هست. اشکال نداره. حذف کنم نه اون کامیوندارا رو که نمیتونم حذف کنم. اونا حرفشون نزد دخترم. باشه سایت هست گاراژدارا هست. بابا سایت داری حذف می‌کنی می‌دونی توش چقدر جنس مرغ و گوشت و اینا توشه چجوری با کجا جا بدی؟ سینما خانگی هست
حذف کردید خط زدم. نه گفتیم 32 هست، یه دونه اون بزرگگرون‌ترا. داش گاراژ داره می‌خوای حذف کنی؟ سینمای خانگی هست. 32 تونو که باید برین دیگه. اونو که باید برین بابا، خط زدم. سایت رو حذف کردیم. کامین دارم حذفا. کامین دارا رو دیگه گفتم حرفشو نزن، گاراژ دارا رو. آقا جلال اونم حذف کن، یخچال خالی بده. یه لحظه ببخشید. خیلی داری تو مذاکره. من از ادبا کوتاه نمیام. دست کم می‌گیرم. تماشا کن. مهسا خانومی ای بابا چی از دیشب همینجوری مثل یک کفتر شکسته پر نشستی بقبقو میکنی؟ من کی بقبقو کردم؟ نه من دارم همینجوری مثل میگم، در مثل که دیگه معاشقه نیست. معاشقه ثبات. حالا هرچی مشکل شما عروسیه؟ چشم، رو تخم چشمم من برای شما یه عروسی مفصل میگیرم. خوبه؟ پس کیشا الان این خواهرزاده داره عروسی میکنه، پس فردا اون یکی هم عروسی میکنه. کدوم یکی؟ منظور احسانه؟ بله پس چی؟ شهاب دست کنی اونم به زودی عروسی میکنه، در حالی که ما هنوز با همون بلایی که من سر عقبتو گفتم داریم در کنار هم به زندگی ادامه میدیم. نه من دیگه بعید بدونم به احسان بکشه. نه بابا نکنه میخوای بکشه، همش وعده همش وعید. بهت گفتم من عروسی میخوام، لباس عروسم میخوام. ای پفکیا لباس عروس؟ من تو انباری 2 تا لباس عروس به یادگار. من هیچی میگم که لباس عروس من یه دونه خوب برای شما تهیه میکنم. خوبه؟ آره خیلی خوبه. ماشین عروس هم میخوام، گل گلایول و زنبق و این چیزا هم بچسبونیم روش تو خیابون. هی دی و لباس پفک. چشم شما دستور بده. چشم فقط من آرزوشم خدمتتون که گلایول شگون نداره، گلایول رو میت میذارن. حالا هرچی به سلیقه خودت بخر. 400 تا هم مهمون دعوت کنیم. چند تا؟ 400 تا. خانومم میگم ببین ما الان داریم با عشق و محبت اینجا زندگی میکنیم، پرونده های میلیاردی داریم، یه سقف بالا سرمونه، دیگه چی از این بهتر؟ همین خصیص هم هست. آخه یه عروسیه دیگه، اونقدر که دیگه واجب نیست. شهاب هرچی میگه فراز خوبی؟ چیکار داری میکنی؟ میخوام یه شعر برای عروسی رنا و امیر بگم خیلی خوشحال شم، ولی خوبه که ایول چیزی هم به ذهن رسیده؟ یه مصرع لابد همین قنچه بکارین، دونه بکارین، خنده بکارین. وای آفرین اشکان دقیقا همینه. از کجا فهمیدی؟ جدی؟ بابا اختیار داری، بالاخره من تو 2 تا جسم تو یه روح. تو خیلی خوبی اشکان، خیلی باشعوری، قربانشون، خیلی فهمیده، خیلی درک داری. خب حالا دیگه الان یه جوری نگم میفهمن چشمون میزنن. من خیلی خوشحالم که با تو ازدواج کردم اشکان. منم خوشحالم. ببین این لیست مهمونای منه. تو خیلی نفهمی اشکان. آخه این همه مهمون؟ تو چرا اینجوری الان میگی با خوشحالم یهو دست میکشی میگی حیوانی؟ چه حرف سر آخه نگاه کن. خب من الان چیکار کنم؟ آقا جلال بخواد کیو دعوت کنه؟ به رفقای من همشون باید به چش افزوده نگاه کنه. ارزش افزوده. هر کدوم این الان بخوان یه سالاد چیزی بخورم این چقدر یه مؤخر کردن خودش غنیمت دیگه. همین تیم محمد منیری بیاد کل مجلس رو دستشون میگیره، فامیلای داماد جم نمیخورن، جیک نمیزنن. فهمیدی؟ وای بدبخت جلال. چی شده جلال؟ چی دیگه دیروز رفته برای رنا جهاز بگیره، نمیدونسته چی بگیره، انقدر قیمتا زیاد بوده. میرفته یخچال بگیره، میگفته ولش کن گرونه، برم اونو بگیرم بعدم بگیرم. چیکار کنن آدمو؟ وای چه اینجوری در میزنن؟ منتظر کیسه بودی؟ برو واکن یکی از همیناست دیگه، همین مشکلاتشون انگار به دست ما حل میشه. طرفدارات نباشن دوباره. بله جونم. اشکان جون دستم به دامنت کمکم کن اشکان، به دادم برس اشکان. سلام علیکم.
سلام. ببخشید بعدم مزاحم میشم. با اجازهتون. ما که غریبه نیستیم. نه یه کار کوچیک داشتم. بفرمایید. اونجاش میتونی بگو. خلاص که غریبه نیست. اشکان جون به دادم برس، کمکم کن. چیزی چیه؟ یه خواهشی ازت دارم. یه برادری کن، یه آقایی کن. من حسابم خالیه. نه بابا، یه کاری کن بین مریم و جلال دوباره به هم بخوره، این عروسی جمع شه. این چه حرفی میزن؟ چرا به هم بخوره؟ چرا عروسی جمع شه؟ این چیه؟ لیست مهموناست که غریبیان دیگه، مهمونا از طرف ما. خود همینه دیگه. خب این لیست از کجا تو پیدا کردی؟ یه لیست هم 2 برابر اینم مریم داره، 4 برابرش هم جلال داره. اصلا قیمت ها رو شما ازش خبر دارین؟ من 2 روز دنبال تالار دارم میگردم، از پس این هزینه بر نمیام، کمرم شکسته. الان شما مشکلت همین 4 تا مهمونه من بیا یه حمید آشوری هم خرج نیست. من میگم این عروسی باید کنسل شه، اصلا نابود شه. میدونی چرا؟ چون من بتونم این 2 تا کارو فنی بکنم، یه پولی جمع کنم، بتونم پس هزینه‌اش بر بیام. آخه الان دیگه ببین من میگم اشکان عزیزم، دو بچه اگه برن سر زندگی و خونشون خونی خیلی خوب گریه نکن مرد محترم. بالاخره اون 2 تا نوگل و نورسیدن باید برن سر زندگیشون. شما نگاه کن، ما یه کاری میکنم. آقا گریه میکن. اشکان میره با جلال و مریم حرف میزنه. اشکان جون بگی اون بر رنگی نشی، منو وارد بازیای کثیفتون نکنی. یعنی نکن جو اشک میرزه. بچه به من صبح تا دارم هی جابجا میکنم، اساسی که شب خواستگاری همه چی وصلت انجام بشه، بعد الان برم میگم آقا نکنی. آخه گناه داره اشکان. ببین من فقط الان یه فکری دارم به ذهنم میرسه. چی؟ فقط قول بدیم بین خودمون باشه. اگه من به کسی حرف زدم ببین قول دادی بین خودمون باشه. من فقط هم می‌خواستم که مشکل آقا تیمور رو حل کنم. ببین الان بتونم یک هزارم اون چیزی که می‌خوام واسه عروسی خرج کنیم، یه موادی بگیرم بریزم تو چایی، اینا بخورن اشتهاشون کور شه. چطوره؟ بابا خب میخوام کارش رو بیفته دیگه. ببین تو سعی کن این دلغک درون تو بکشی که وقتی یه نفر داره با جدی صحبت میکنی دلغک بازی در نیاری. جدی گفتی منو باش که اومدم به کی دارم از کی میخوام کمک بگیرم؟ من رفتم آقا نمیخوام کاری بکنم. آقا برم میرم تیر آخرم میندازم دیگه. اجازه بده ببینم چیکار آقا جدا آخه من باید از این اشکال بشنوم که شما مشکل داری؟ تالار نمیتونی بگیری؟ به 400 نفر نمیتونی غذا بدی؟ رها کن و تو ما رو تیمون. رها کردیم پسرمون، رها کردیم. ولی خب ما چی؟ ما غریبه بودیم؟ چرا خودتون به ما نگفتین که اجازه دخترتون تکمیل نیستش؟ ها؟ چه اشکالی داشت؟ میومدین میگفتین این باید پدرین کنه، این باید بیاد به ما بگه. او چرا این میکنی؟ 2 نفر دیگه با هم دعوا دارن، ما رو انداختیم وسط، میگه این البته اشکال نره. اگه کینه‌هاتون و عقده‌هاتون میخوابه بگید چیکار کن، فقط رعایت کنین دیگه. او راست میگه دیگه اشکان، درسته قیافش غلط اندازه ولی دلش خیلی پاکه، اومده وسط مشکلاتو حل کنه دیگه. میگم اگه اجازه بدید من و رعنا خانومم به عنوان کسایی که میخوان این زندگی رو شروع کنن حرفامون رو بزنیم. بابا عروسی تو باید حرف بزنی، تو رعنا خانوم باید صحبتاتون رو بکنی. اگه همه بذارن ورشی با انگوش منو نشون میدی؟ با انگوش همه نشون میدن اینو. با تو یکی شوخی ندارم. تیمور یه چیزی بهش میگم. خیلی خوب، به خاطر خواب بابا جون فقط. خب بعدا سرشون میرسیم. چقدر بحث حاشیه‌ای میکنید؟ بذارید ببینید آقا امیر چی میگه. عروس گلم راست میگی، بگو. اجازه هست؟ بفرمایید. با اجازه. پدر من، مادر من. تو یاری و یاور من. نه شوخی کرد. نمک. ما تا حالا از شما عروسی آنچنانی خواستیم با 10 مدل غذا. آقا جلال تا حالا من و رعنا خانم اومدیم به شما بگیم باید جهیزیه‌شون کامل همش هم برند باشه. من و رعنا خانم از همتون یه جور حمایت می‌خوایم برای اینکه زندگی مشترکمون رو سالم و ساده شروع کنیم. همین، وگرنه هم رعنا خانم هم من کار می‌کنیم. چیزایی که نداریم و کم کم و خورد خورد با هم می‌خریم. همین. احسنتم. زنده باشی امیر جان. حقا که حلال زاده به دایش میره. نظر بنده هم دقیقا مثل امیر جانه. زندگی رو ما باید خیلی ساده شروع کنیم. هی من اینو میخوام اونو میخوام، این چیزا نیست که یه بله کوچیک با وسایل جزئی.
آفرین شما. من حالا برای شما دارم. بله. امیر جان من به عنوان مادرت حرفی ندارم. حالا بذار ببینیم نظر بقیه چی. رنا جان نظر شما با امیر یکیه؟ با اجازه بزرگترای جمع بله. میگم کاشکی خانم بنده هم اینجا بود میدید که زندگی ها چطور ساده میتونه شروع بشه. سلام. سلام از خانم. سلام چه خبره؟ همه جمعی. بدون من می‌خواستین عروسی رو راه بندازی؟ نه بابا این حرفا چیه؟ چقدر حلال زاده خانومم. میگم کاش که اینجا بودی میدیدی زندگی 2 تا جوان به سادگی داره شروع میشه بدون هیچ عروسی بزرگی و چیزی. نگاه اجدو چشم حلقه زده. آخه تو چه تحت تاثیر قرار گرفتی؟ خیلی خوبه مبارک باشه ولی گفته باشم من سر حرف خودم هستم یه عروسی آنچنانی بابا عروسی امیر شاخ گل کردن سوار سر کوچه شازده دوماد صد شد پر کردن قطار ابر اومد بارون گرفت و آب اومد